مقامات تاجیکستان بستن 5 پل و یک گذرگاه با افغانستان و محدود شدن عبور و مرور در پل شیرخان بندر یا خود 5 پایان را به اعتمادی به مرزبان‌های افغان عنوان می‌کنند. یک مقام بلندپایه تاجیک روز 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات دسترس شده گروهی که در خاک تاجیکستان خیرالدین احتمف پلکونیکی مرزبان را کشته است، قاچاقبرانی همکار با گروه‌های تروریستی بوده با احتمال زیاد در همدستی با بعضی از سرحدبانان افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. این دلیل که مرزبانان افغان برای وارد خاک تاجیکستان شدند قاچاقبران را با عبور مرز راه دادند و با گذشت نیم ماه آنها را در افغانستان بازداشت نمی‌کنند، باعث بی‌اعتمادی و شبهه به مقامات کشوری همسایه شده است. هرچند به گفته همصحبت ما وضع مرز تحت نظارت جدی قرار دارد و فعلا هیچ خطر مستقیم از افغانستان وجود ندارد. این مقام تاجیک که با دلیل‌های امنیتی خواست اسمش نشر نشود گفت ما طرفدار دوستی و برادری هستیم، اما دوستی که در لباس قاچاقبر و کدام گروه دیگر می‌خواهد به تاجیکستان وارد شود قبول نداریم. جانب تاجیکستان تا هنوز بستن مرز را رسما شرح نداده است. محمد الخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد، اما منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان و افغانستان بستن قسمی از مرز را تصدیق میکنند. مقامات افغانستان نیز میگویند در صحبت‌های علیحده جانب تاجیکستان ناباوری خود را به آنها رسانیدند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان بر رادیو آزادی گفت ما تلاش میکنیم که تا قرائت بدیم طرف همسایه خدا که راه باز شود. مسدود شدن راهی عبور و مرور از افغانستان به تاجیکستان با اظهارات جانب روسیه موافق آمد که از تجمع گروه‌های تندرو مثل دیش در آن سوی مرز خبر می‌دهند. روسیه روز 19 دکبر به وزارت مدافع تاجیکستان نیز در مراسم به نظامیان تاجیک تجهیزات نو از جمله دستگاه‌های مخابراتی، ضد هوایی و ماشین‌های زره‌پوش و چرخبال‌ها داد. عزیزی باریز یک دیپلمات افغان است که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است. روز 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت نگرانی در مورد افزایش جنگیان دیش قابل درک است و اگر این گروه تندرو با کمک نیروهای بین المللی در افغانستان سرکوب نشود احتمال کشیده شدن جنگ به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. او گفت بر اساس اعتماد همکاری کردن مقامات دو کشور در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه یک امر مهم است، اما بستن مرزهای رسمی راه حل نیست. با وجود نگرانی‌های زیاد مقامات تاجیک میگویند مرز تحت نظارت قرار دارد. با گفته مقامات تاجیک حالا گروه‌های درگیر در خاک افغانستان از مرز در مسافه 80 تا 100 کیلومتر دور قرار دارند. گروه تندروی دولت اسلامی افغانستان را با نام ولایت خراسان بخشی اصلی خلافت خودخوانده خود اعلام کرده است. تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد، حالا در پی به گفته مقامداران به اعتمادی بخشی از مرز خود را برای افغانستان بست.